خب السلام علیکم. تمام گفتیم گپو دوستای عزیز ما و دهقانای تاجیکستان هستند. این نوار ما برای دهقان است. قشلاق بود رفته استردم و بینم زمین یعنی این احوال است. نمیدونم ترب است، شلغم است، چی است تکن. خلاص اما اینو پسونده ایستادن. یعنی که نمیدونم در شما چی خیلی میتوه درسته. یعنی که زمین این رفتار دارن. چی چیزی است؟ سفید است دورنش. نمیدونم این شلغم است و فکرم شلغم هم نیست. خلاص ازیر ما اینه میبینیم. اینه میره اگر کدام میدونه هموطنای عزیز چی چیز هستی درونش سفید. انا بیم که بو میکنم پوسیده استایی کرو چی چیز اینا میکرن بیم که در زمین میورن. نه هم بودن میورن یعنی که از این چیزا میورن میپوسونن در زمین. این برای چه که سلیتر دادن یا که دیگر کار کردن اینا میورن هم خیلی میچوشن میپرتوین هم خیلی میپوسا میرن جفت میکنن تای زمین دمه مونه. این غذای زمین است برای دهقانای تاجیکستان. یعنی که باید در زمین انسان چیکار کرد؟ غذا داد. وقتی که ما غذا نمیتیم زمین سلیتر دادن میگیریم سلیتر دادن میگیریم بعد از او طلب میکنیم از زمین که چرا حاصل نمیته. در اروپا چرا زمین اروپا خوب است؟ من از یک قشلاق آمدگی هستم. سبب خوبیش است که منم خیلی چیزایی است که شیردار است خیلی دستات میچسبه. همین چیزا را کوریده و از دیگر جاها آورده میگم که خیلی همین زمین در کوریده بعدم خیلی این اینجا کوریدگی نیست اینا در دیگر جا کوریدگی هستن آورده چاشیدگی است. همین زمینی که شما میبینید هم خیلی چاشیدگی این میپسونن. وقتی که را پوسوندن این برای زمین یک غذا میشود یعنی که یک پرو میشود پرو. خب بابی دهقانا فهمیده نه شرط نیست که برای همه ممالی قانون بروره بعد شما این کار کنید. شما هر یک تاتون میتونید که من ایرا منم خیلی چیز است نمیدونم این چی چیز است ریشه هم داشته است این درونش سفید است. خلاص این چیزی است که من کارتوشکا بوده. شما هم میتونید که یک کم از همین چیزا در زمیناتون کره و بگیم که ما نم پوسونینش برای که زمین غذا بده براتون یعنی زمین غذا بده. خلاص این بود برای شما دهقانای تاجیکستان. امیدوارم که یعنی این چیزایی که ما میکنیم برای آینده کار شما آینده زمینداریتون فایده‌ناک باشه. باقی تو بگیم که باز یگان چیزی نو دیدن حتما استفاده برین دهقانا. خدا نگهبانتون. راستی خیلی گرم هفته است. من رفته سبدم راه ده یک قشلاق در زمین قطعی بین زمین قطعی گذشته سبدم همین چیزا را دیدم. واقعا هم خواستم براتون یک نشان بدم. دهقان بابا این برای شما است. هر یک انسان زمین قطعی کار میکنه عیناً از همین چیزا استفاده برای اینکه تو که زمین اول غذا بده. غذای زمین شما شرط نیست از دیگر جا پرو بیارین یا که دیگر کار را استفاده برای شما میتونید که عادی ترین چیز همین چیزا میکورن میپسونین در زمین میشوه این غذای زمین. خدا نگهبانتون.